و وقتی که آفتاب به این تیزی تو آسمون و لیمو ترشم تو بازار فراوونه، میخوام بهتون یه ترشی خیلی خوشمزه آموزش بدم. بریم که با هم درستش کنیم. لیمو ترشا رو به مدت 3 ساعت توی آب نگه دارید و تو این بازه زمانی چند بار آبشون رو عوض کنید. بعد از اون توی یک پارچه تمیز حسابی خشکشون کنید. حواستون باشه که لیمو حتما خشک بشن، در غیر این صورت کپک میزنه. 1/4 از لیموهایی که خشک شدن رو جدا بذارید و الباقی رو اسلایس های یک اندازه بزنید. حتما این ترشی رو سر فرصت و حوصله درست بکنید، چون باید این اسلایس ها رو دونه بدونه چک بکنید و هسته ها رو ازشون در بیارید. اگر هسته داخل لیمو بمونه ممکنه باعث تلخی ترشی بشه. 1/4 لیمو رو که داشتید آبگیری انجام بدید. من اینجا آب لیموگیری نداشتم و از سیر لهکن استفاده کردم. سعی کنید که از آب لیمویی که تازه است استفاده بکنید و آب لیموهای کهنه و قدیمی رو ترجیحاً استفاده نکنید. یک شیشه تمیز و خشک رو انتخاب کنید و به صورت لایه به لایه اسلایس های لیمو رو داخلش بریزید. از 2 الی 3 قاشق چای خوری نمک استفاده کنید و بسته به ذائقتون میتونید فلفل بریزید. این حجم از فلفلی که من ریختم خیلی تند نیست، چون این ترشی لیمو باعث میشه که یکم از تندی فلفل رو بگیره. به همین صورت تا بالا پیش برید، اما یکم فضای خالی هم بذارید. این ترشی کنار غذاهای دریایی و پلویی واقعا به جرئت میگم جزو یکی از خوشمزه ترین ترشیایی که تا حالا خوردید. حتما امتحانش کنید. این ترشی اصلا احتیاج به سرکه یا آب نداره و همین آب لیمویی که گرفتیم اونم به همین میزان براش کفایت میکنه. بعد از اینکه لایه آخر از لیمو رو ریختید و نمک و فلفلش رو بهش اضافه کردید، تمام آب لیمویی که گرفتید رو بهش اضافه بکنید. در شیشه رو خیلی محکم ببندید، ترجیحاً دورش رو چسب بزنید و این ترشی باید به مدت 1 ماه جلوی آفتاب مستقیم قرار بگیره. 1 روز در میون سر و تهش کنید و تو این بازه 1 ماه به هیچ وجه درش رو باز نکنید. نوش جان.